در روند سیاست دولت ساحه معارف چون عامل مهم پیشرفته جامعه ارزیابی شده، بلند برداشتن معرفت اهالی و بهتر نمودن سطح اجتماعی کارمندان ساحه را دوره به دوره تامین می‌نماید. تحت غمخواری رهبری عالی کشور امروز برنامه کامپیوترکنونی مؤسسه‌های تعلیمی مملکت به انجام رسیده، نسل نورس به تکنولوژی معاصر دسترسی دارند. واقعا امروز تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان برای عملی نمودن تکنولوژی نو معاصر در مؤسسه‌های تعلیمی نوحیه یک قطار کارها را به سمون انجام داده شده است. عین حال در مؤسسه‌های تعلیمی نوحیه 634 عدد کامپیوتر موجود است که سالی سپری شده از طرف مقامات محلی حکومت دولتی نوحیه 17 عدد کامپیوتر برای مؤسسه‌های تعلیمی نوحیه خریداری کرده شدند. در همه مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی نوحیه شهرنو خوانندگان در برابر درس‌های نظروی درس‌های عملی نیز می‌گذرانند که برای خوب از خود نمودن برنامه‌های کامپیوتری تاثیر مثبت دارد. اوید بر رفت اجراش این برنامه کورس‌های آموزشی به خود آموزگاران طبقی که همه ساله در پایانشان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم جناب عالی محترم امالی رحمان بررسی می‌نمایند که از تکنولوژی معاصر باید خصوصا تمام کارمندان و تمام آموزگارانی که امروز در کدام ساختارهایی که کار میکنند باید برخوردار باشند. از آن جمله در تعلیم و تربیت خصوصا همین نسل نورس ما از تکنولوژی معاصر باید طبق رفت برنامه‌ای که امروز همگان میدانیم باید در عمل اجرا کرده شود. برای باز هم پرزیر گردیدن رفت همین برنامه کار با اهالی با پدر و مادران و خصوصا برای تربیت نسل نورس سعی کوشش خود را در یک نداشته کار فعالیت خودمان رو براه میمونیم. به اندیشه آموزگاران شوق و رغبت نسل امروز به فن تکنولوژی اینفورماسیونی به اندازه است و خوانندگان می توانند آزادانه با برنامه‌های کامپیوتری کار کنند. در مؤسسه ما امروز زیاده از 40 عدد کامپیوتر کوی که مورد کاربری امروز قرار دارد و آموزگاران و خوانندگان مؤسسه از این به پورگی استفاده میبرند و همه را گفتنی هستم که در مؤسسه ما اجرایش برنامه البته اجرا شدگی است و باز در آینده ما کوشش داریم که بهر عملی نمودن این برنامه برای خریداری نمودن تخته های الکترونی با کابینت و البته به نقشه داریم. برنامه‌های دولتی کامپیوترکنونی مکتب‌های اساسی و میانه تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی، تیار کردن متخصصان ساحه آموزگاری و رشد مؤسسه‌های تا مکتبی در ساحه معارف تدریجاً عملی گردیده است.